بخش دوم برنامه رو پی میگیریم. موضوع این برنامه کنشگر جنبش دانشی و مسئله اثرگذاری هستش. در بخش دوم ابتداءً اساتید در حد کوتاه‌تر از طرح بحثشون 8 الی 10 دقیقه پاسخی حالا چالش‌هایی که مطرح شد یا احتمالاً ادامه طرح بحثی که داشتن رو مطرح می‌کنن و بقیه برنامه هم انشالله حالا حدود 1 ساعتی یه مجموعه رفت و برگشت عرضم خدمت شما دوستان و مهمان‌ها و اساتید خواهد بود تا حالا انتهای برنامه. یه نکته فقط من بخوام جهت آیین‌نامه‌ای و جهت پایبندی به اصل بحث عرض کنم، یه تفکیکی بین بحث آسیب شناسی که حالا شاید یه مقدار زیادی از حالا در بحث مشخصا وجه علاقه بعضی از دوستان رفتن تا آسیب شناسی با این مسئله اثرگذاری داشته باشم. اینکه یه مقدار اگه بیشتر پایبند باشیم به این بحث اثرگذاری در مورد این صحبت کنیم که آیا با توجه به بازیگرای دیگر صحنه در حال حاضر یا حتی گذشته‌ای که ازش عبور کردیم واقعا مثلا در عدالت‌خواهی دهه 80 همین بود که جنبش دانشجویی مؤثر اصلی بازیگر اصلی بود، محوریت و اولویتی که از عرض کردن اینجا بود، یا عرض می‌کنم چون الان جنبش دانشجویی از ما سوال می‌کنه اون هزینه‌ای که آقای فیروزآبادی بهش اشاره کردن آیا من امکان اثرگذاری دارم که برم هزینه بدم؟ خب به هر حال دوستان اشاره کردن افقی که برای اثرگذاری وجود داره رو می‌بینم هست، یا به هر حال حالا بنده خودم به این قائل نیستم ولی پرتکرار بحث میشه از انسداد سیاسی اجتماعی و انسداد کنش سیاسی اجتماعی. خب جنبش دانشجو به عنوان بازیگر صحنه سیاسی اجتماعی باید به این پاسخ موثق بده. به نظر شما شروع کردیم با شما ان شاء الله 8 الی 10 دقیقه ادامه تر پاسخ به چالش‌های دوستان و بعد ما سوال نهایی که باید بهش جواب بدیم برای چی هم طرح بحث کردم مسئله اثرگذاری جنبش دانشجویی آیا این اثرگذاری امر ممکنه یا امر واقعیه با همه موانع و ارزم خدمتتون تهدیدایی که شما خودتون بهش اشاره کردید آیا الان امکان یک خلق امکان یک ایجاد امید و یک اثرگذاری واقعی هست و اون افقی که از اثرگذاری می‌بینیم در موردش صحبت کنیم آیا واقعا بازیگر سیاسیه یا نه صرفاً یه پیرو حرف اندیشمندان افقا به نظر میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم ناظر به آسیب شناسی نبود، واقعا ناظر به شمردن آثار واقعی خارجی طراحی نهاد دانشگاه در مورد جنبش دانشجویی و اینکه همه اون دلایل از نظر من وجود داره همینطور برای که دانشگاه مؤثر باشه صحبت کردم. یه مقطع کوتاهی گفتم چرا در دهه 90 جنبش دانشجویی افول کرد که تازه یک دو دلیلش رو شمردم تا 9 تا آسیب میتونم بهش محقق حتی بعضیش از یه قوتی میاد. ببینید ما با مثلا شما اینکه دانشگاه رو ببری به سمت اینکه واقعا تلاش کنه به درد جامعه بخوره این پدیده خوبه یا بد؟ خوبه، ولی لکل شیء به تعبیر منسوب به روایت آفه. بعضی خوب مثلا شما یه آدم رو شجاع بکنی ممکنه متحول شه، مثلا از ترس عبور کردن خیره ولی ممکنه یهو از اون بعد بیفته. شما دانشگاه وقتی به این سمت میبری طبیعیه این کارهای جنبش دانشجویی چیپ به نظر برسه. یه بخشی اینه که ما تو دهه 90 این گفتمان جدی کردیم در دانشگاه که دانشگاه به درد جامعه بخوره. به درد جامعه بخوره نتیجهش اینه که این چیه این مسخره بازی کار جنبش دانشجویی، چون نمیفهمه که این سیستممون امنه. خب میشه نتیجه طبیعی. یا مثلا ما در نسل فعلی یکی از اتفاقایی که داریم از من شما خب دلیل بشم از تک فرزندی و خدمت شما عرض کنم مرفه شدن طبقاتی که میان دانشگاه‌های در واقع برتر ما که امکانات بیشتر رشد طبقاتی دارن اینا توش موثره. ولی از اون سمت هم بخوام بگم اتفاقا نسل جدید به نظرم بسیار نسل فکورتریه. ولی خب باز به کل شاهین آفت تفکر آفتش وسواس یه بخش از بی‌عملی بینه. حالا ببینید هزار من 9 تا دلیل از این چیزا دارم دست بکن. حالا چی اینا رو شمردش من فایده‌ای توش نمیدم. من ارزم برای نقطه دقیقی که دست گذاشتم جنبش دانشجویی مرد اما زنده با جنبش دانشجویی داره زایده میشه. این نگاهایی هم داره زایده میشه. اون نگاه‌ها رو تقویت کردن خیلی مهمه. مهمترین چیزی هم که به نظر من سازنده این هست هیچ کدوم از این شرایط و موانعی که ما درش صحبت می‌کنیم دلیلی برای عدم عکس جنبش دانشجویی و عدم اثر جنبش دانشجویی نمیشه. آره نه در واقع مهمترین بحث من اینه که هیچ چیز خاصی در واقع تغییر خیلی خاصی نکرده. همه چی گردش‌هایی داشته، چینش‌ها عوض شده، هدف‌ها عوض شده، نوع
ورود و خروج‌ها عوض شده، اما صحنه جوری نیست که اگه کسی بخواد کاری بکنه نتونه. ما خیلی روی این تاکید می‌کنیم. بیشتر شما با این پدیده روبرویی که چندان کسی خودش رو در موقعیت مسئولیت من اسمش میذارم توی دانشگاه تهران هم اخیراً مفصل بازش کردم، موقعیت مسئولیت و موقعیت خلاف و تعبیر غلط اون خانوم در مورد که حزب الله صاحب مملکتن به این معنا صاحب مملکت بودن نیست، حامل رنج‌های کشور بودن. اون که خودش رو صاحب خانه‌ای میدونه که اینم باز تعبیر جدید نیست. در هفته دوام بسیجی خود رو صاحب خانه میدونه، مثلا خودش رو صاحب خانه‌ای بدونه که تو موقعیت مسئولیت و تغییر وضع موجود باشه، نه تو موقعیت حالا یه چیزایی طبیعتاً دامن زده، تو موقعیت اینکه کار دانشجویی هزینه‌هاش قدیما بیشتر بود، الان دوستان دنبال رزومه‌هاش ولی اصلا نیست. مثلا فرض بفرمایید کار دانشجویی، ببینید مثلا باید حتی اینم پذیرفت، این نقطه مهم، دو سه تا تشر جدی جنبش دانشجویی در دهه 90 از آقا خورد سر دو تا اصلا تحلیلاش. یه تحلیل کرد که بره تو سفارت انگلیس، تحلیل کرد که سر برجام کارو بکنه، نتیجهش تشر، و اون تشرم خیلی تو عقب نشستن خود جنبش دانشجویی از نقطه‌ای که نکنی یه کاری بکنی، چون جنبش دانشجویی ممکنه براش اینکه دستگاه امنیتی یا مثلا رئیس جمهور یا هر کس دیگه‌ای و هر وضعی راجعش چه قضاوتی بکنه مهم باشه، هم براش مهمه که اگه آقام بخواد به ما فوش بده که ما کلا چرا بودیم. خب اینا چیزای مهمی، اما به نظرم باز تاکید می‌کنم هیچ کدومش در حدی نیستش که الان جنبش دانشجویی بخواد اثر بذاره و نتونه. به همین الان تو همین ماجرای طوفان الاقصی دو تا مثالشو بزنم از اثر جنبش دانشجویی جایی که خواسته. مردمی ترین تجمعی که تقریبا رقم خورد به تجمع به فکر می‌کنم، حالا دوستان ترین دیگه دارم بگم، تجمع شب بیمارستان المعمدانی. اون خب مبتکرش از شروعش تا پایانش کی بوده؟ جنبش دانشجویی. مثلا همین ماجرا شما می‌بینید که جایی که جنبش دانشجویی باشد کار کرده. ببین حتی تو اینکه مثلا بچه‌ها آقا ما الان بن‌بست گفتگو مردم، من قشنگ می‌فهمم بعضی از اینا از اون ایراده عزیزم ببخشیدیه به تعبیر سادات شهبازی توی این کلاه قرمزی، یعنی طرف میخواد کارا رو انجام نده، سوال نمی‌پرسه که کارا رو انجام بده، یعنی که ما آیا بن‌بست‌هایی که در ذهن بابا شما الان رفتی بهشت قدس در همین یه ذره این برتر چاره ولیعصر تا شهر تهران چیز زدی، خواهران دانشگاه علامه بودن و برادران دانشگاه امام صادق به ویژه، حالا یکی دو تا دانشگاه دیگه هم فکر کنم کمکشون کردن بچه‌ها شریف بودن. شما توی شهرهای دیگه من خبر دارم این کارو کردی، ناموفق بود یا اتفاقا به اذعان خود دوستانی که در شهر بودن بسیار اثرگذار. ببینید من احساس می‌کنم ما با یه پدیده دیگه روبرویم که ترکیبی است از اینکه ما خودمون رو در موقعیت مسئولیت و صاحب تغییر بودن نبینیم، تمام ابتکارمون رو خرج نکنیم، دنبال بهانه‌های فرار از کار باشیم و نقطه آقای فیروزآبادی هم من خیلی میپسندم فرمایش ایشون بود که هزینه دادن، هزینه در مقام اشتباه اصلا یه چیز طبیعیه و حتی این خواستگاه رو محکم نکنیم که آقا اصلا تو عملکرد کشور به من به صراحت سپرده شده شما حافظ تعادل در نقطه آرمان‌ها باشید. به صراحت این جمله توسط آقا گفته شده که اگر دانشجو به نقطه‌ای برسه که او هم بخواد به مصلحتی فکر کنه فاتحه این کشور آخوند. وگرنه معلومه تو همون آقایی که میگه مصلحت بخشی از حقیقت است. ما دوگانه مصلحت حقیقت نداریم، اما دوگانه مصلحت آرمان داریم. اگر دوستان من این اخیراً گفتم به تذکر داده بودم دو تا جمله رو با هم نکنید. هیچ دوگانه مصلحت حقیقت است که نداریم، هیچ دوگانه مصلحت آرمان است که داریم. و تا جنبش دانشجویی متکفل حفظ اون نقطه آرمانی است، خلق اون کنشگر سیاسی است. ولی خب ببین اینجا من میخوام بگم حالا یه چیزایی باعث این میشه. یعنی اولین چیزش اینه که به نیروی درونی آدم برمیگرده. ببین هیچ چیزی این نکته خیلی میخوام تاکید کنم. هیچ تزریق بیرونی، هیچ محرک بیرونی تا خود شخص اراده نکنه که در اون موقعیت قرار بگیره، این مثلا نمیتونه. میتونی متذکر خوبی باشی، خیلی نمیدی.
ولی تا آخرش اون آدمی که باید راه بره، تو نمی‌تونی جای آدم راه بری. یه سوال مطرح میشه، اون جنبش دانشجویی شما میگید در 80 دولت آوردی رو کار، درسته؟ الان میگید به اشتباه زدی اثر داشته، این اثرها انگار با هم نه شیمه‌ها نرسید تو ماستا. ببین من عرض کردم، شما الان از من بپرس، من اینجوریشو میگم. سال 98 حضرت آقا میفرمایند انتقام سخت اخراج آمریکا از منطقه است. 18 دی 98 صبح روز عید الاضحی. یه سال بعدش هم نمیدونم غلبه نرم افزاری برای ایمنی. بسیار تو همون ابتدای درس خارج توی اسفند ماه دارن میگن که دشمن هزاران نفره داره میاد، در همه جهت ها میاد. کار اصلی سخت الان اینه. الان ما باید سازماندهی بکنیم که مردم ها میلیون نفر مقابله کنن در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نه فقط اقتصادی، نه فقط فرهنگی، نه فقط خیلی. هر جایی که دشمن داره کنه. از نظر من این هیچ کار پیچیده‌ای نبوده، هنوزم نیست که جنبش دانشجویی متکفل راه افتادن کل این حرکت مردمی بشه. که اگر اون روز شده بود ما در طوفان الاقصی مثلا معادلات جهان فرق می‌کرد. اگر همین اول طوفان الاقصی این کارو جنبش دانشجویی کرده بود ما امروز در فلسطین معادل دیگه می‌بینیم، چه برسه در یمن، چه برسه در ایران. تمام امکان الان 100% هست. من عرضم چیه؟ عرضم اینه که دارم با نقاط کوچیکی نشون میدم که ببینید هر بازیگری هزینه داره، طرف مقابل شما هوشمند شده، عرصه ها پیچیده‌تر شده و تو هم تغییر کردی. شما الان من یه بلوغی مثلا ما تو جنبش دانشجویی می‌بینیم قبلا نمی‌دیدیم. یکی از همون فرقا من چند جا مثال زدم. ببین الان تو همین مسئله متفکر شدن بابا ما به تعبیر مهندسی می‌خوام بگم V0A0مون سرعت شتاب اولیه بچه‌ای که ما اول دانشگاه تعلیم می‌گرفتیم جلو خودمون به نظر من خیلی تعطیل‌تر از الان بود اتفاقا. یعنی من بالاخره به عنوان آدمی که علم حضوری دارم تو ورودی دانشجویی بودن خودم، علم در واقع حصولی ضعیفی هم ندارم در لمس کردن از نزدیک جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور. میتونم یه همچین قضاوتی رو بگم. آقا فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید سطح کنشگری و فهم مثلا خواهر تشکلی ما اصلا قابل قیاس با دلیل بیش نیست. قابل قیاس نیست. این هم نیست که ما موقع نزدیک بودیم دعوا داشتیم الان مثلا دوری میگیم چه خوبه. الان دقیقاً کامل مشهوره. یه سری شما این فاکتورها نمیتونید نبینی و بگی آقا همه امکانات سلب شد. همونقدر که اون جریان پیچیده‌تر شده تو مقابله با مسئله در واقع سیاسی در دانشگاه و خلق قدرت، از این طرف هم یه امکانهای مولد دیگری وجود دارد. من عرضم اینه جنبش دانشجویی از زیر بار خلق قدرت برای خودش و لزام مؤثر بودن داره در میره و میگه همسایه ها خلاصه یاری کنید تا ما بتونیم جنبش دانشجویی داری کنیم. نمیشه این نمیشه. یعنی منتظر مثلا آقا تحویلش بگیره اونم بیا خب بله تو ولش کنی رئیس جمهور با این فضایی که اطرافشون دارن ایجاد میکنن معلومه تو چه میزانسنی شبیه میزانسن الان دانشگاه بهشتی میگن دانشگاه، ولی تو ولش کردی که اون میتونه اینجوری بیاد. شما امکان خلق قدرت هایی داشتی که نرفتی سراغش. شما حتی از صحبت با دانشجوی دانشگاه خودت گریزانی، چه برسه با مردم. شما در نقطه بنبست جمهوری اسلامی تو موقعیت مسئولیت خودتون نمی‌بینی اگه بنبست ذهنیه و دنبال یه سری آماده خوری. ما اگر این صحنه رو تغییر بدیم جنبش دانشجویی همین الان میتونه از نظر من جمله‌ای که آقا میگن چه در ذهن خود جامعه و جهان تغییر ایجاد کنه از نظر من کاملا قابل رشد. یعنی حداقل به عنوان یه ادوار سابقه فضای دانشجویی یه آدمی که 10 سال 12 سال کنار این دانشجو هستن فکر کنم یه در این حد بتونم قضاوت بکنم که دارم مثلا یه توهمی رو بهش میدم یا مثلا واقعا نقشه‌بند می‌داره، یعنی واقعا موضوعی میتواند داشته باشه. اینکه بچه‌ها عکس نمی‌کنن حرف دیگری است. من میگم پس کسی که در مورد امکان اثرگذاری سوال داره به نظر من داره مسئله رو میپیچونه و داره سراغ یک نامسئله میره. این پدیده بنبست ابدا نیست. ما ضعف‌های جدی داریم که روی اثر میذاره. ببین مثلا ببینید من حتما معتقدم ضعف در مبانی جدی. از تکرار خود آقا به کنار، مثلا ما میخوام متکلمانه با حرف آقا برخورد کنیم و اخباری میگیم چون آقا گفتن نه خب داریم میبینیم اصلا چرا نمیاد بگه آقا داری پرت و پلا میگی، چون انقدر آدم پری نیست. یا اصلا اینجوری بگم اعتماد به نفس پر بودن، چون ما هم پر نبودیم. حالا اعتماد به نفس پر بودن که خودت تو موقع چالش قرار بدی هم نداره. این اشکاله. نکته بعد من یه ورشو گفتم اتفاقا صحنه رو من برعکس دوستان الان خالی از اساتید فکری می‌بینم. یعنی نگاه میکنم مؤثرین و جامعه شناسی یه مشاهده بسیار اندکی خیلی ناجوره
به خلاف گذشته. و از اون سو اتفاقا میخوام بگم یکی از دلایل خالی شدن سهمیه سیاسی کشور از فکر مبنادار و حتی اساتید فکری هم عدم مکندگی جنبش دانشجویی است. بله جنبش دانشجویی درسته به تعبیر آقا افسر است، افسر هم سرباز نیست اما فرماندن نیست. اما اگه شما توی صحنه فرماندهی هم نمی‌بینید چون تقاضایی وجود نداره، چون مکندگی وجود نداره، یعنی طرف و بعدم گارد مظلومیت سربازی میگیرن که وای چه نشسته که ما رو سرباز میکنن، تو خودت معادله رو به هم نزدی. مثال زدم اگر ببین هنوز مقدماتو گفتم اینا رو متوجهم که بالاخره فشارهای هست، ولی مثال خودم زدم اون آقا بنده مسئول دستی بودم که حقوق نداشتم، کی تونست چیکار کنه؟ هیچکی. تا رأس سازمانش تا قرب سازمانش هر کاری رو می‌خواست کردن در سال فتنه کرد. این دیگه به یه ذره پررویی تویی که در مقام این فضای دانشجویان نشستی برمیگرده که بتونی معادله بسازی، معادله به هم بزنی، اونو وادار کنی تناقضاشو به این نشون بدی و من تاکید می‌کنم قدرت برای خودت برای بازیگری خلق بکنی. اون قدرت جنبش دانشجویان قدرت از پایین به بالا و قدرت اجتماعی بوده، هنوزم روی این نقطه به ایسته. همین الان زمینش به نظر من در کنشگری جدی در مسئله فلسطین و پیرامونش. این کنشگری که به شدت سایه در ایران داره. اصلا ببینید من راحت بگم هیچ ربطی بین نقش‌آفرینی زمان دانشجویی ما و جنگ 22 روزه غزه با نقش‌آفرینی امروز در ماجرای طوفان الاقصی نیست. اون موقع‌ها یه واحد بین‌الملل می‌زدیم اون گفتون بره کار کنه. این امروز معادله جهانی داره تغییر پیدا می‌کنه. نقطه شروع اساسیش هم اتفاقا 7 اکتبر 19 مهر جنگ غزه است. شما امروز اگر در این نقش‌آفرینی پیدا کنی اصلا وارد هیچ جنبش دانشجویی در مقیاس دیگه میشه. یه بدیهیاتی رو سراغش نرفتن، مثلا با 4 تا دانشجوی ترکیه اینا، حتی من بچه‌ها نگاه می‌کنم با دانشجوی بین‌المللی دانشگاه خودشون نمیرن. اینا دیگه این پیدا چیزه ترس سرگشتگی. گفتم من مهمترینشو ببین من فهمم اینه چون دوستان داریم در این تقدم تأخر رو تشکیک می‌کنم تا در وزارت صورت نظری دیگه هم ببین بس انتخاب بنده اینه موقعیت مسئولیت در یک چیز رو اهم از غیرت، معنویت، مطالعه، مبنا. من به نظرم برعکس کسی که در میدان جنگ قرار میگیره به ضرورت کتاب خوندن و به ضرورت اینکه دو تا حرف جدی هم بشوشی میرسه. کسی که تو این میدان قرار نگیره کتاب خوندن هم زوریه، مبنا دادن هم تزریقی و دوره رفتنی. این نه. همینطور معنویت بستر بروز میخواد. شما میتونید که اول برید بچه‌ها رو شهدایی کنید، بعد اینا میان مثلا بسیجی میشن. خیر، اول بچه‌ها رو بسیجی کنید، بعد اینا میفهمن با شهدایی و نمیدونم معنوی هم بشن. من یعنی اینجا تقدم تأخر به خاطر که 10 12 تا میدونم نظر دیگه هم هست. من مختارم همون جمله اول موقعیت هست. شاید نظر آی فیروزآبادی هم بگن بعد دیگه وارد چالش بشه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبت نکنم. من یه نکته بخوام تاکید کنم اینه که تحلیل غلط دادن از شرایط دانشجویی ممکنه ما رو راضی کنه و احساس خوبی هم دست بده، اما مسئله ما رو الزاماً حل نمی‌کنه. ما طبیعی است که اینجا وقتی که شنونده این گفتگو فضای دانشجویی هست سخنمون با فضای دانشجویی انتقادی باشه. این معنیش نیست که مثلا اگه اینجا چند تا مسئول بشن خب ما دیگه حتما حرف می‌زنیم، ما میگیم شما این کارو کردی، کارو کردی، کارو کردی، یا این کارو نکردی، این کارو نکردی، این شد این. اما به جنبش دانشجویی نمی‌تونیم بگیم که مثلا برادر از اون مسئول این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، شد این. به ما خواهد گفت که خب برو به همون بگو این کارو کرده نکنه تا من. این پس مقدمه اول طبیعی شد. مقدمه دوم من با احترام به مجموع نظرات دوستان اینجا عرض کردم عزیزانمون از اخبار تقریبا همه این مسائل در گذشته هم بوده. ببینید حالا مثلا بارزترینش مثلا تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری اخبار بر تشکل‌ها بوده. این زمانی که ما بودیم یه مسئله بود، زمان ما مسئله بود، جدی هم دعوا هم شد، در دوره ما هم در تشکل ما حضور داشتیم، منجر به اخراج یه عضو شد، شکاف شد، فلان شد، همین بوده. بکش نمیدونم حزب الف با به وارد کردن تشکل در دعوای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، اینا همش بوده.
اما ما ماهیت‌های درست رو هرچند ممکنه اینا بعداً در اتفاقات مثلا غیرقابل حالا نمیاد غیرقابل یه مقداری فاصله گرفته از اون مطلب اصلی رخ داده باشه رو نباید منحرف کنیم. ببینید ما حالا من اینی که خودم عرض کرده بودم این درسی دانشجویی و به عنوان یک اصل کلی در مطالعه تخصصی 2 تا حرف کلی بود اصلش و یه زمینه‌ای داشت که بعد جای زمینه و حرف اصلی عوض شد. حالا اون بحث دومی الان ما نمی‌خوایم، موضوع جلسه ما نیست. حرف اصلی این بود که اولم عرض کردم جنبش دانشجویی ببین جبهه انقلاب کجا داره می‌جنگه، شما هم باید برید اون زمانی که این حرف زده بود جبهه انقلاب جنگ اقتصادی بود و ما در دست حضور داشتیم، هیچ خبری در اینجا هیچ حضوری نبود و حتما خلأ جدی بود. حالا اینکه امروز هست یا نه بحث دومیه. امروز ما یه رسانه اقتصادی نداشتیم، یه خبرنگار نداشتیم، یه حرف اون با تمام قوا آمده بود گفت تحریم‌های فلج کننده فلان نفت کشور رو دوستان یادش بود. این حرف حتما حرف درستی بود. الان هم حرف درستی است، ممکنه مصداقش تغییر بکنه. کجا جنگه ما باید بریم اونجا. ممکن امروز بگیم مصداقش اقتصاد هست یا نیست، یا بگیم 10 تا مصداق جنگ پیدا شده. جمله دوم این بود که اینم نباید پاک کنیم. الان تو جلسه طرح شد کشور و کلا صحنه مبارزه داره پیچیده میشه و شما نمیتونید با کلیات بری جنگ. الان داری با کلیات نمیتونید بری جنگ. حتما کسی که میخواد بره امروز به جنگ، ببینید جنگ جنس جنگ جنبش دانشجویی، جنگ گفتمانی و اینجور حرفاست. این نمیتونه با 4 تا حرف کلی و محکوم میکنیم و قبول نداریم و دفاع میکنیم بره. حتما باید بلد بشه. میدان جنگ جمهوری اسلامی رو اگر انتخاب کرد حضور داشته باشه باید بلد بشه. این که حالا این بعداً تبدیل شد به 4000 هسته و نمیدونم این حرفا، اونم توضیحاتی داره. بله وقتی شما مقیاس کشور چند هزار هسته دانشجویی هست و فلان اینها در سطوح پایین‌تر ممکنه پیشنهاداتی داشته باشید، اما جریان کلی جنبش دانشجویی اگر هم جابجا شده از خط مقدم جمهوری اسلامی اشتباه شده نباید. این درباره حالا کلان و حالا که این آسیب شناسی‌های از جنس اینجا فلان گفتمان آمد نمیدونم ما رو جابجا کرد یا وقتش تموم شد، اصلا مهم نیست آمد یا جابجا کرد یا وقتش تموم شد یا تموم نشده، حالا هر موضوعی صورت مسئله اصلی روح جلو در الان به نظر من این تعبیر خودم رو بهتر می‌پسندم، هرچند فرقی با تعبیر آقا نداره. اون چیزی که در جنبش دانشجویی الان باید ایجاد بشه حس مبارزه است. اگر حس مبارزه بود، یعنی یه تصویری از جنگ، طرف مقابلی و تجهیز شدن برای مبارزه طرف مقابل و ما مبارزه گونه وارد اون شدیم، این حتما جنبش دانشجویی رو به یک جهش جدی، به یک روش جدی میاره. حالا این حس مبارزه به نظر من ابعادی داره. کسی که تو جنگه هیچ وقت ول نمی‌کنه یه دفعه بره. اولش ول نمی‌کنه بره. نمیگه آقا ببخشید ما مثلا وسط جنگ امروز کار داریم ما برگشتیم. میدونه که هر یه دونه سنگری که خالی شد یعنی یه جایی برای ورود دشمن اومد. این حس مبارزه یعنی اینجا اگر ما خالیش کردیم، تعطیل کردیم، این یکی از معناشه. خب حالا اگه سر جاش مون میدونه که این مبارزه است، توش شهادت هست، توش عرض به خدمت شما جانبازی هست، هزینه هست، بالاخره کتک خوردن داره، حمله داره، عقب نشینی داره، همه چی داره. این در یک سپر ایمنی ما را قرار بدهید بعد ما میخوایم در این سپر ایمنی فعالیت بکنیم، این نیست. این دومی به نظر من دیگه. سومین مسئله طرف مقابلش اشتباه نمیگیره. یکی از چیزایی که الان حالا البته جنبش دانشجویی دچار این آفت کمتر اما در فضای سیاسی کشور هست، جبهه سازی های کاذبه. ما یه جبهه فعلا بیشتر نداریم، اونم آمریکاست و استکبار جهانی. هر جبهه سازی دیگه‌ای که خب حتما قدرت اقناع و رهبری نداره، اونی که فکر میکنه مثلا به نام عدالت خواهی میتونه از جمهوری اسلامی عبور کنه بره به کجا نمیدونم به کجا بعدش میخواد بره، او حتما به دیوار میخوره، او حتما هم احساس یأس خواهد کرد، حتما هم پیشرفتی نخواهد داشت، حتما هم احساس انسداد در او آدم هست. اونی که فکر میکنه از جمهوری اسلامی میتونه به نام عدالت خواهی عبور کنه حتما بعدش دره پرتگاهی از جایی نیست.
اما اگر تصویر جبهه درست باشه، طرف مقابل مشخص باشه، این صحنه به نظر من اتفاقا خیلی صحنه امیدوار کننده است. توش شاید انسداد باشه. شما با همه انتقادات، با همه سختی‌های جمهوری اسلامی تو این مثلا 20 سال گذشته داشته، تقریبا 15 سال گذشته، خب با همه سختی‌ها، یعنی ما بیشترین فشار اقتصادی داشتیم، بیشترین فشار اقتصادی رو مردم آمده. شما تصویر کلان جمهوری اسلامی تو منطقه نگاه کنید، از همون تاریخی که آقا فرمودن بعد آمریکا از منطقه بره، چقدر حضور آمریکا کمتر شده. همین طوفان الاعصاب، مسائل مربوط به مثلا سوریه، منطقه اصلا شما نمیتونید این جبهه رو به پیش، یعنی این تصویر رو ببینی و پیشرفت رو ببینید بعد بگی آقا انسداد وجود دارد، اتفاق نمیافتد، نمیشه. اینا با هم جوره، حتما میشود، حتما مگر شما توی جبهه دیگه باشید. خب انتخاب جبهه مهمه، ولی اگه کسی تو جبهه جمهوری اسلامی باشه، من حتی در سخت‌ترین مسئله ها، یعنی مثلا در مسئله اقتصاد که به نظر من خودش، من از این موضوع واقعا دفاع میکنم، مسئله اقتصاد از نظر تئوریک یکی از میدانهای جدی مبارزه با جبهه غربه. چون ما هر آن با این خطر مواجهیم که نسخه‌های کپی برداری شده غیر متناسب با عدالت، غیر متناسب با مربوط محوری، کاملا سرمایه‌سالاری به نام حل مشکلات کشور تزریق بشه. یه جبهه مهمی هست. ما در همین جبهه که دشمن فشار آورده، نفوذ داخلیش هم بوده، عرض به خدمت شما بالاخره ما هم سربازامون توی جبهه نسبت به بقیه کمتر بوده، بالاخره نسبت به 3 سال پیش وضعمون بهتره. من الان موضوع این جلسه نیست که میتونم توضیح بدم که ما همینجا هم داریم پیش میریم، هر چند سرعتمون کمتره، هر چند اینا همینجوری خوب. بنابراین این تصویر و اگر این تحلیل باشه، حتما به نظر من جلوش نمیشه بگی آقا افقی نیست، نمیشه. و نظام بشناسی کجای این مؤثره، باید بشنوه، از اندیشمندان بره کار کنه، باید حالا ببینید آره کنید حسی فرمایش حاج آقا درسته، حس مبارزه به شکل‌های مختلفی پیدا میشه. خب ولی به نظر من مستقل از این که چطوری شروع میشه، که یک کسی ممکنه حضور برداری بکنه، ممکنه احساس بکنه، اما در امتداد مبارزه اعتقاد اون مسیر مهمه. یه پایه اعتقادم حتما فکره. من اون جمله شما رو معتقدم. من قبلا به تشکل‌های دانشجویی، یعنی پایگاه وسیع دانشگاه خودم در دانشگاه تهران یه بار که من جلسه گذاشتم و هر تشکلی در سطح پایگاه که جلسه گذاشتم گفتم همه کارا رو تعطیل کنید. از نظر من 3 تا کار بکنید. یکی یه حلقه فکری داشته باشید، به بحثی برسید که بهش اعتقاد داشته باشید. 2 یه ابزار انتشار و حرف زدن داشته باشید، یا نشریه‌تون رو منظم بزنید، یا بردتون رو پر کنید، یا کانال اداره کنید. 3 یه اردو جهادی یا راهیانی، یک فعالیت میدانی این شکلی تشکر به نظر من کفش اگر این 3 تا پایه رو نداشته باشه، بقیه کاراش انگار روی ستون بنا نشده. فکر من خودم تأکیدم بر اینه که فکر الان خیلی مهمه، یعنی داشتن، حالا فکر منظورم معارف خیلی مهمه، داشتن یک تحلیل که طرف بهش به عنوان دانشجوش معتقد باشه و حاضر باشه پاش وایسته از اینه. این به نظر من این نکته خیلی مهمه. حالا این تحلیل با مطالعه حاصل میشه، سلام، با خواندن صحبت آقا حاصل میشه، سلام. جنگ بود میگفتن با دیدن جبهه هم حاصل میشه. خب یعنی آدم خودش رو جلو اونم حاصل میشه، بزرگان هم فهم. لذا من اونی که فکر میکنم الان به جنبش دانشجو و بیشتر تمرکز کنه، البته انحرافش هم من اونجا عرض میکنم و بحثم جمع میکنم، اینه که باید حس مبارزه بگیره، مبتنی بر یک تحلیل و یک فکر و یک. اما به قول علما و اینا تقدم‌های باید مراقب باشیم، نریم تو بازی که حالا ما رفتیم فکر کنیم ان شاء الله آخر ترم مثلا جمعه اول ترم مثلا ترم خود 4 ماه یه ماه دوستان تصمیم می‌گرفتن که بحث کنن اولویت چیه، یک ماه بعدی می‌خواستن فکر کنن ببینن که چیکار باید بکنن، بعد میان ترم شروع میشه تا بخواد تعریف کار انجام بدن پایان ترم. چون من منظورم اون نیست. من مثلا عنصر اصلا عمل و خود کنش تقویت فکر میاره، یعنی میدان فعالیت مبارزه تحلیل تقویت میکنه. لذا ما به یه جور ولی تقدم رتبیش مهمه. حتما فهم منطقا اینجوری بود، البته این رو علما بگن، ولی منطقا فهم باید یه مقداری جلوتر از عمل باشه از نظر تقدم رتبی، ولی همیشه فهم از عمل هم هست و ما نمیتونیم کسی تجویز کنیم نیست عمل کنه که نمیدونه، ولی همونقدر که فهمید باید عمل بکنه، ولی که فهمید نباید بذاره. در عرفان هم همینه، در مبارزه هم نظر من. لذا ما اونی که توصیه میکنیم، تجویز میکنیم رو به جلو، به نظر من حس مبارزه گرفتنه، یعنی هر کسی برای خودش سنگداری پیدا بکنه،
خودشون مسئول سنگر بدونن، سنگر ول نکند و همون خدا تفننی به کار دانشجویی نداشته باشه، بدون این مسئولیت مال امروز جزئی از کار امروز کشور، یک کاری برای آینده سازی تفننی اینا آمده نیست. این حس مبارزه رو ممکن کنه برای یک تحلیل و این به نظر من تحلیل گرفتن الان که قوی‌ترین، دوستان اشاره کردم، قوی‌ترین دروازه‌ترین آقا می‌فرمایند و تقریبا هم مستندترین و خیلی آدم استفاده میکنه و قابل حرکت هست و حرکت بر اساس و بعد اون حرفایی که زدیم بالاخره حرکت خطا داره، حرکت ممکنه چیز داشته باشه، میرسیم به حرفایی که برای تشکر دانشجویی تعصب نباید داشته باشه. ممکنه امروز شما یه حرفی بزنید بالاخره فردا نقد بشه. آدم باید بالاخره هوش شنوا داشته باشه، توان تحلیل داشته باشه، توسعه بده خودش رو. دست شما در تکمیلی شد که خواهش می‌کنم. چون اساسا سوال اصلی شما رو بذارید جواب من سریع مرور کنم. ما در جمهوری اسلامی بنای حرکتمون در هر امری مبتنی بر نظریه پایه کشور که مردم سالاری دینی، یعنی اگه ما مسئله‌مون در گام دوم ایران الگو مسئله پیشرفت همجانبه حقیقی هم که تو متنش اومده، این یه چیزی است که 4 تا راه حل توی مثلا 3 تا اندیشکده تولید شه دیگه الحمدلله همه چی حل میشه. همونجا تو بیانیه گام دوم اراده ملی مسئله اراده ملی یعنی آن چیزی که با بافت ساختارهای عادی و نظام دیوان سالار شما میتونه بره جلو چندان پیشران تغییر ایجاد کردن نیست و بار یه همچین کشور رو نظام امامت امتش. اینجاست که پدیده حلقه میانی مهم میشه که 3 تا تعبیر میگن: میان امام و امت، میان حاکمیت و مردم، میان مردم و آرمانها، که تعبیر آقا به این سومی اتفاقا نزدیکتر. اینجاست جنبش دانشجویی مهم میشه. این اگه شما تو کشور تغییر میخوای، مردم رو میخوای، اگه مردم رو میخوای، پیشرانه‌ای میخوای که اون پیشرانه نقطه اصلیش اینم ببینید، وگرنه 4 تا دانشجوی کارشناسی که هنوز کارشناس هم نیستن، من خیلی روی این تاکید میکنم، قطعا تو رشته خودشون که تخصص ندارن. ممکنه بیرون بقیه رو بتونین گول بزنن که ما دانشجوییم. من به بچه‌ها میگم طرف مثلا سال 4 پزشکی چی خونده؟ یه دونه امتحان علوم پایه داده، آناتومی خوند و 1-2 تا واحد بعدی پاس کرده. یا مثلا شما هنوز به سال 4 نرسیده، یه لیسانس مهندسی یا علوم انسانی چی خوندی؟ کارشناس هم نیستی که کارشناس ارشدی بالا سرت باشه که تازه اونم یه دکتری بالا سرش بشه. تخصص اصلی که جنبش دانشجویی داره خلق گفتمانه. چون خلق گفتمان نقطه خلق اراده است، چه در مسئول چه در مردم، در اون پیشرانه. اینجاست که در کشوری که همچین پدیده هایی که رأسش هم جنبش دانشجوییه تو حلقه‌های میانی فشل بشه، وقتی ادعای اون کشور، همین سخن 19 آقا رو نگاه بکنید، همش اینه ما هر جا کاری تونستیم بکنیم مردم آمدن، خب یعنی اون کشور فشل خواهد شد. حالا میتونه این مسئله ذهنی باشه، مسئله ذهنیت جامعه به بنبست رسیدنش باشه، میرسه به جهاد تبیین. میتونه نقش آفرینی در نظم نوین جهانی باشه، میتونه مسائل پیچیده اقتصاد، فرهنگ فلان باشه. ما جنبش دانشجویی رو تو نقطه خلق گفتمان و خلق اراده در مردم میخوایم برای حل مسائل کشور. خلاصش اینه. خب دوستان همه به من اشاره کردن که چالش دارن. آیه دارا از شما شروع کنید. شما فرمودید که جنبش دانشجویی مرده جنبش دانشجویی زنده باد، درسته؟ خب مختصات این چیه؟ این یه ذره توضیح بدید، بازش کنید برامون. این که خب الان جنبش دانشجویی ناظر به چی مرده، ناظر به چی زنده باد، اینو توضیح بدید برامون. و اینکه خب این چجوری میشه که منبره چجوری این زنده باد تحقق پیدا میکنه. یه نکته دیگه هم فرمودید که امکان سختیه. خب امکان قدرت وجود داره، امکان خلق قدرت وجود داره برای جنبش دانشجویی و فرمودید که در طی زمان، گذر زمان، هر روز که داره میگذره این امکان خلق قدرت داره بیشتر میشه برای اثرگذاری. چی شده که امکان خلق قدرت بیشتر شده اما ما از اون طرف هیچ اثرگذاری، یعنی نه اینکه هیچ اثرگذاری کمتر شده. چه تضمینی وجود داره با این امکان خلق قدرتی که شما گفتید نسبت به گذشته بیشتر شده توی جنبش دانشجویی، الان فعل حال اون اثری که باید داشته باشه رو دیگه نداره؟ این 3 تا خودش جدید عشب منبر بود جوابش. حالا ولی
هر چقدرشو بگید ما جواب میدیم. چشم. خب من یه مسئله دارم با این صحبت‌ها که جنبش دانشجویی باید مسئولیت را بپذیرد، جنبش دانشجویی باید این باشد، جنبش دانشجویی یه ذره کفشو حرف بزنیم. این 5-6 هزار تا آدمن، خب میان دانشگاه. این 5-6 هزار تا آدم قبلا خیلی کنش‌های عجیب غریبی نکردن، خیلی تربیتشون تهش مدرسهشون بوده و اینا، و میان دانشگاه، میان توی تشکلی و یه جوری میشن. خب یعنی اینا رو هوای دفعه مسئولیت در دوششون ساقط نشده که رو هوای دفعه آدمایی نیستن که فکر نمی‌کنن، که یه اتفاقی برای این آدما میفته که این شکلی میشن دیگه. حالا من میتونم نسبت به گذشتم بگم آره من اینطوری بودم و اونی که الان هست یه اتفاقی روش داره میفته، یه چیزی روش داره سوار میشه که اینجوری خروجی میده. یه طرف بحث اینه که آقای فلانی تو مسئولیت بپذیر، آقای فلانی تو مسئولیت بپذیر. خب یه طرف این قضیه اینه که چه اتفاقاتی روی این آدما داره تاثیر میذاره که اصلا آدم خودشون بفهمن که آقا این تأثیرا رو پاک کن، نذار رو تأثیر بذاره. خب همین کلا مسئله رو به سمت این حجم از کلی بودن که آقا تو باید مسئولیت پذیر باشی را نمیپذیرم. یعنی حس میکنم این مسئله‌ای رو حل نمیکنه، دردی رو لزوما دوا نمیکنه. این مسئولیت پذیر بودنه و مسئولیت پذیر شدنه یه مسیری داره که یه سری چیزای دیگه روش تاثیر گذارن. این حالا میتونم روی این بازم حرف بزنم ولی کلیت. اول از آخری شروع کنم. مثل اینا که هستن دوست دارن تو این 5 میلیون تومان بدن تو این کارگاه موفقیت شرکت کنن، این 3 تا جمله که خودشون بلد بودن و از سخنران عزیز با یه حالت شور و مثلا حرارتی بشنون. ببین من الان میتونم بشینم 100,001 راه، نمیدونم چه کسی جنبش دانشجویی من رو جابجا کرد، 101 راه برای موفقیت جنبش دانشجویی خودت رو قورت بده و یه سری از اینا براتون الان ردیف کنم در عوامل آسیب شناسی، در عوامل آسیب زایی و در عوامل نظام زدایش فلان. من دارم علت العللش رو میگم. علت العللش اینه که همه اونا دور هم جمع شن. تو خودت در این موقعیت ببینی همش میره کنار، همه اونا پخشن، باز تو خودت در این موقعیت نبینی، هیچ اتفاقی نمیفته. پس اصلا احتمال چیز کلی نگفتم، ته ماجرا رو گفتم که تو آسیب شناسی به نظر من چون جاهایی تونست به نظر خودم بعضی از اون آسیب ها رو در بعضی از تشکل ها با کار دست، خب دست کم اگر با کار فرهنگی هم نبوده ما تونستیم دور بکنیم، ولی بازم من میدم همون بر همون پاشنه میچرخه. چرا؟ چون نمیخواد این موقعیت رو بپذیره. و اتفاقا مقدمه صحبت شما خانم رجبی کمک کننده حرف منه. ما با دانش آموز متفاوتی در همون ویسف که میگم خیلی مهمه، تو سرعت و شتاب اولیه با دانش آموز خیلی متفاوتی در ورودی دانشگاه امروز با دوره دانشجوی ما روبرو نیستیم اگر بدتر نباشه. خب چی میشه اون آدم با همون تازه نقطه عقب‌تر، یعنی پرتابه‌ای با شتاب کمتر و سرعت اولیه خیلی پرت و پلاتر تو همون موقعیت قرار میگیره، همه موانع رو بهش لگد میزنه. ببین اصلا شما تصویری ندارید از جنبش دانشجویی که در تمام ادوار گذشتهش همواره در موضع اپوزیسیون بوده و ما اولین جنبش دانشجویی بودیم که در موضع پوزیسیون قرار گرفتیم. من ورودی سال 84م. خب یعنی شما باید اصلا ما همچین تجربه نداشتیم. ما بسم الله دانشگاهمون که اومدیم با این بوده که تو برای این چه ایده داری؟ حالا حرف نوع تو چیه؟ ما خودمون نشستیم فکر کردیم. چرا؟ چون من همش احساس می‌کنم به این برمیگرده که شما اگر خبرنگار جنگ هم باشی، قبلش هم دامپزشکی ارومیه خونده باشی، وقتی تو موقعیت جنگ قرار بگیری اگه لازم باشه حسن باقری میشی. خب اوستای بنان باشی عبدالحسین برونسی میشی. دکتری فیزیک پلاسمان باشی چمران میشی. من به نظرم راه حلش اینه. یعنی من میتونم بشینم بگم مثلا در دوره‌های مثلا فشرده مثلا پادگان دو کوه در اندیمش شرکت کنی، اولی‌ها، دومی‌ها، سومی برای شما برنامه ویژه. من احساس کنم اینا هیچ کدوم حل نکرد. یعنی ما آره من که میگم خیلی از این مسائل رو تجربه کردیم و نشده. چرا نشده؟ چون به نظر من همه مسئله روی این مقدمه داشته برمیگشته که تا اراده از درون شکل نگیره، نهایتا تذکرهای بیرونی منجر به این نشه، بقیه عوامل محدود کننده انقدر محدود کننده نیست. انقدر نه اینکه نگم هیچ اثری نداره رو من این عرض نکردم. مسئله اینه که تو این چیدمان، تو داینامیک این چیدمان علل از کجا شروع باید کرد؟ به نظر من از اینجا.
من چون نگاه میکنم جایی که این حل شده باشه، شما بقیه مسائل میتونید دونه دونه حل بکنید. مشکل مبنا، مشکل معنویت، مشکل مبارزه، مشکل دخالت‌های نابجای فکری یا دخالت‌های نابجای سیستماتیک، مشکل نمیدونم ایستادگی مسئولین، مشکل میدان مبارزه نداشتن، مشکل خیلی از چیزا رو میشه بقیه‌شو اینقدر حل کرد که در واقع این به این سادگی قابل حل نیست، چون این به نظرم نقطه شروع اراده است. این به نظر من نکته که دارم عرض می‌کنم برای همین اصلا به ذهن خودم اینطور میرسه دست حرف کلی نیست، وایسادن روی نقطه شروع یه داینامیک مهمه در برابر بقیه تحلیل‌های سیستماتیکی که از این داینامیک داشتیم و به نظرم خیلیش داریم می‌بینیم در امتحان‌های مختلف نتیجه نداده چون این مسئله اصلیه رو حل نکرد. نکات آقای دارا ببینید خیلی خیلی کوتاه اگه بخوام عرض کنم چون واقعا نمیشه اینجوری گفت. الان اون نقطه‌ای که میگی نابود شده چی بوده؟ اون نقطه‌ای که میگی داره میگه شروع میشه و بهش هم اینقدر امیدواری چیه؟ خیلی خیلی خلاصه بخوام عرض کنم اینه که من به نظرم ما با حرکت به سمت گام دوم انقلاب یک شیفت جدی در جریان اجتماعی داریم میبینیم به تناسب اون که باید از مبارزه نفی نگران نمیدونم تهدیدات برون مرزی در اون مرزی کشور و اینا بره به سمت، خیلی خلاصش اینه، بره به سمت یک مبارزه ایجابی، مبارزه برای ساخت، مبارزه اون چیزی که من برای همینم مفهوم پیشرفت تو ادبیات آقا من مفهوم سیاست زاده شده ای نمیدانم، اتفاقا مفهوم بسیار پیشرانی میدانم، به شرطی که اینجوری تغییرش نکنی که انگار قرار بشیم تو 4 تا اندیشکده مثلا سیاست به پژوهیم. خب نه، این که میگم مبارزه داره یا هر چیز دیگه ای، یا مثلا 3 تا کتاب بخونیم فقط، خب هر چی، هر صورت دیگه ای که برای من این مبارزه موقف جدیدیه. مبارزه برای ساخت یعنی این که شما الان از حالی که همش نگران باشی که این مفسد رو چجوری خفه کنیم، اون یکی رو چجوری از فلان صندلی برداریم، همچنان بعضی از اینا وجود داره ها، یا چجوری اینو داد بزنیم، یه توجهی جلب کنیم که ایها الناس چه نشسته اید که آنها رفتند و آنها آمدند و آنها خوردند و آنها بردند و فلان و اینها، که حتی اینا اینجوریه که صورتش پاک شده باشه مسئلهش. وارد یه مرحله شدی که الان باید تصویر بکنی در امر اقتصاد، در امر اخلاق، در فرهنگ، در مسئله جمعیت، در مسئله سیاست، در مسئله ساخت حاکمیتی، در مسئله حضور تو در نقش بین المللی و اون صورت واقعی بروز اون ادعاهایی که میگفتی و اون جمهوری اسلامی ایداله چریختیه، یعنی ساختنیه و کلی هم مانع داره. اصل مانعش هم متمرکز در همون دستگاه استکباره. خب یعنی شما دست به یقه با آمریکا، اینکه آقا میگه انتقام سخت غلبه نرم‌افزار بهیمن پوچه، من اساس نمیگم بابا میخواد مثلا ملت رو آروم کنه بگه شما بریم گوشه، ما داریم مبارزات میکنیم، شما هم ساکت شید دیگه. چون این عرض میکنم این یه نکته مهمی که داره، این خیلی میتونه تلقی سیاست زدایانه‌ای هم ازش بشود. اینو باید مفصل خیلی بحث داره. حالا من اگه بخوام صورت اینو ترجمان حرفای 3-4 سال اخیر آقا رو، چون من این همین حرفو میفهمم، یه خطی اجتهادی که عرض کردم میفهمم، این یه خطی اجتهادی صورتش رو تو جنبش دانشجویی و رویش جدیدش بگم، 3 تا نقطه تمرکز جدید جنبش دانشجویی، یه سری مأموریت ذاتی داره که بسیج کردن آدم هاست، میگه هیچ. 3 تا صورت اخیرش نسبت به نقش آفرین تخصصی که دهه 80 بود، یا نسبت به مطالبه گری، گفتمان سازی، حضور فکری، حالا گفتمان سازی به روش مد نظر نیست دیگه، به اون اسم خاصش که در دهه 90 بود، به نظر من این 3 تا صورت تبدیل شده به مسئله تبیین، اینجا تبیین، مسئله نقش آفرین در نظم نوین جهانی و مماس بودن به مسائل اساسی کشور، که اینا به نظر من 3 تا مسئله سیاسیه. یعنی اگه شما تبیین و این قرائت رو داشته باشی که مسئله اراده ایجاد کردن تو جامعه است، تبیین نیست که بریم گفتار درمانی کنیم بعد شما چقدر خوبین. خب نه، تبیین مسئلهش گفتار درمانی نیست، تبیین اتفاقا روایت درست ضعف ها نقطه شروعشه که ما چرا کجا ضعف داریم، اون وقت چرا نداریم یه جاهایی. این میشه یه روایت سیاسی. مسئله نقش آفرین در نظم نوین جهانی واحد بین الملل تو بسیجمون زدن نیست. مسئله اینه که شما یه صورت جدیدی از شبکه جنبش دانشجویی رو باید در بین کشورهای مقاومت ببینی که در حال مبارزه با آمریکاست، از تحریم کالا بگیر تا محدود کردن سیاستمدار و سلبریتی طرفدار اسرائیل بگیر تا رفت آمده بین کشورها، تا پهنه‌باز کردن برای همون میدان نظامی امنیتی که باز اینم میدان نظامی امنیتی ما گاهی متوجهش نیست. خب
و اون مماس بودن با مسائل اساسی کشورم به نظر من از اون روشی که نقد هم وارد کردن دوستان، به نظرم به وجوهی هم بهش نقد وارد بوده تو نوع مطالبه گری تخصصی و مسئله محوری که شاید توی صورت‌هایش به نحوی انحرافاتی داشته، خصوصا من وامیستم رو نقطه سیاست زدایی، چون اون مهمترین چیزه. یعنی جنبش دانشجو از کار گفتمانی به اندیشکده تبدیل کردن، از خالق اراده سیاسی به عمله در حد رسانه بعضی از فکت شیت های سیاستی تولید شده تبدیل کردن. یعنی این چیزا، حالا منم یکم دارم اگزاجرش میکنم، مبالغه میکنم توش، حرف تیزیش معلوم شه، وگرنه شاید بعضی جا شاید تلقی‌های ناجوانمردانه از این حرفاشه. من فقط میخوام روشن بشه. به نظر من این حل مسئله که من دارم میگم هم تو همین مبارزه هست که شما باید بتوانی در بین ایده های موجود که میخواهد مسئله مثلا مسکن تو مملکت حل کنه، دیگه خیلی غیر سیاسی به نظر میرسه دیگه، بتونی به ایده‌ای برسی که با گفتمان انقلاب اسلامی کدام ایده تو اون نقطه اراده مردم ایجاد کردن، تو نقطه اون مبارزه دولت رو از این ور بعد بکشونه، مردم رو از اون ور، و میدان رو تغییر بده در صحنه اقتصادی بسیار مهم امروز کشور و در نتیجه در صحنه اقتصاد سیاسی کشور. خب چه جوری یه سری قور نزنی و یه سری فقط سیاه‌نمایی نکنی که بعدش هم بگی خب شاهد باش ما خیلی اعتراض کردیم و دیگه کارمون تموم شد. از آن سو هم نشینی تو نقطه گفتار درمانی. این امروز جنبش دانشجویی تو این دوگانه خیلی باید ساخته بشه. دوباره انحرافش هم من یه صورتبندی اجمالی کردم، ولی من مسئله رو تو این میبینم، یعنی داره از اون نقطه، برای همینم به تعدیق بعضی از گفتمان‌های پیشین رسیدیم. یکی از دلایلش اصلا اینه چون وارد مقطع جدیدی از کشور شدیم. خب جنبش دانشجویی که تو سه تا صورت پیشین نتونست درست اثرگذاری بکنه، چه تضمینی وجود داره که تو سه تا صورت پیشین یعنی که همون دهه 90 که گفت من نقطه رو تو همین میبینم که اولا اینجوری نبوده که هیچ اثر مثبتی نداشته. من گفتم من دارم به عنوان موجود زنده تحلیل افول و بروزش رو میگم. من میگم که اون جمله‌مو دوباره ترجمه میکنم. جنبش دانشجویی بسیار موثر بوده در تاریخ ایران در 100 سال اخیر. این از نقطه بدو تولد دانشگاه دارالفنون و بعد تهران و پلی‌تکنیک و فلان و اینها، نقطه‌ای که نظم پیدا کرده در واقع این جنبش دانشجویی نقطه موثری بوده. دهه 90 چون دهه یک تغییر عمده توی کشور بوده، میخوام بگم حتی یه بخشش این طبیعیه، مثل بحران‌های در واقع علمیه که شیفت پارادایم علمی ایجاد میکنه، شبیه اینه. این بحران داره یک مرگی رو ایجاد میکنه که از دل اون خاکستر یه زایش نوعی داره ایجاد میشه. کمک بکنی به این اتفاقا چیزی که داره زایده میشه به مراتب از چیزی که در دهه 90 اصلا بذار کنار، در دهه 80 و 70 و 60 هم دیدیم جلوتر است. کمک نکنی یه صورت خیلی عادی پیدا بکنه، این مرگ مستمر میشه. به نظرم هم گفتم اون فتح توده‌ای دانشگاه با جریان ابتذال تبدیل به نیروی سیاسی ضد حق خواهد شد. دانشگاه مصادره میشه به نفع آمریکا. این هم اون برش نکته که وجود داره الان جنبش دانشجویی شما مماس نمیشه با مسئله، یا تو نظم نوین جهانی اون کنشی که باید انجام بده رو نمیده. خب با وجود این چالش هایی که وجود داره توی جنبش دانشجویی و خب دانشجویی که بایستی مثلا حالا از اون ور قصه هم ببینیم، شما تعبیر رشد رو میخواید براش به کار ببرید، رشد خیلی خوبه. مثلا به فرض مثال دانشجویی که مماس بشه با مسئله خودش رشد میکنه، از دل مردم بوده، پس فردا داخل حاکمیت خودش تبدیل میشه به عنصر حالا کنشگر توی دستگاه بوروکراسی، یا اگر تو دستگاه بوروکراسی نباشه تو جاهای دیگه تبدیل میشه به عناصر کنشگر و خب این رشد براش خوبه. ولی از اونور قصه هم آیه دکتر فیروزآبادی اشاره کردن، همین رشد باعث شده که تبدیل بشه به محافظه‌کار بودن، یعنی آینده خودش رو ببینه و از پس اون دیدن آینده اینجا هیچ عملی انجام نده، تبدیلش کنه به عملی. یعنی میخوام بگم که این چالش هایی که وجود داره توی الان جنبش دانشجویی، اون هدفی که شما بهش اشاره کردید چجوری میخواد محقق بکنه؟ من اینجا یه عرضی بکنم، اینم در حد دو جمله. ببینید وقتی یه موجود زنده رو از بالا داریم تصویر رشدش رو نگاه میکنیم، موقف ها رو باید متوجه بشیم. من اینو نمیخوام توی این مجوزی در بیارم که وای خدا رو شکر چقدر از جنبش دانشجویی الان خوبه ها، ولی میخوام بگم ببین من در یک بچه در دوران طفولیت یه انتظارایی دارم، در یه تنه خوش شده‌ای که گلبرگ‌ها و برگ‌های تازه‌اش تازه دوباره داره میرویه،
یه انتظاری دارم، از یه نهال یه انتظاری دارم. اگه تنه درخت مثلا 30 ساله جا افتاده هم یه انتظاری، از یه نوجوان مثلا 18 ساله مثلا 17 ساله هم 15 ساله هم یه انتظاری، از یه جوان 18 ساله مثلا 20 ساله هم یه انتظاری. عرضم اینه که این جنبش دانشجویی من این رو هم روش هستم، باید بهش فرصت این زایش مجدد رو داد. یعنی من الان دارم تصویر میکنم آخرش چه میکنن، ولی من در مورد یک دهه پیش رو دارم صحبت میکنم. امروز در نقطه خلق اینیم. لذا عجولانه از این که خیلی از انتظاراتی که داشتم که مثلا در طوفان الاقصی جنبش دانشجویی الان میتواند برآورده بکنه توی عینیت صحنه برآورده نشه، یه نقطه یه هست که آقا بس دیگه با اینا که نمیشه کاری کرد. مثلا بریم دنبال جوونای مثلا طبقات محروم در یه جای دیگه بگردیم، شاید با اونا بشه برای انقلاب امروز کاری کرد. من به این نقطه نمیرسم. یعنی نشانه‌های زایش رو می‌بینم، مخاطراتم می‌بینم. ممکنه هر کدوم از این عوامل هم غلبه بکنه. خیلی هم تو صحبت‌ها گاهی بچه‌ها این نکته میگن در مورد این راه حلی که میگید چه تضمینی هست که فلان. کلا در مورد حرفای ما هیچ تضمینی نیست. حالا آقای فیروزآبادی شاید بگه من همه حرفام تضمین داره. من 100% به شما میگم حرفام هیچ تضمینی نداره. اینا تحلیل، میتونه غلط باشه، میتونه درست باشه، میتونه تلاشی باشه برای یه صورتبندی نظریه جدید برای رهایی از یه بن‌بست. ممکنه خودش ما رو بندازه تو 10 تا بن‌بست دیگه، ولی تلاش دیگه. بالاخره داریم تلاش میکنیم از مبادی و مبانی نسبتا محکمی با یه پردازش صحنه محکمی به یه راه حلی برسیم. مجبورش بیش از این هم دیگه روش قسم از عباسی نمیشه. یه امتداد بحث قبلی بود، اینو میذارم آخرش اگه وقت شد، چون میخواستم به یه نقطه‌ای برسم. الان آخرش شام میخوایم. این که حاج آقا شما میگید الان ذات پذیرش مسئولیته، این اصلا تو اون نقطه است که به نظرم مثلا آقای لطفی زاده میتونه کات بزنه و بگه تموم بحث. مثلا ذات وجود همه ما در این هستی مسئولیت، چه برسه حالا مثلا دیگه جریان دانشجویی. این جواب سهل و ممتنعیه که سهل بودنش تو این نقطه است که تموم کنیم. اصلا من آدم جلسه تو ممتنع بودنشه که چیکار کنیم که این مسئولیته که شما میگید نیست به وجود بیاد. یعنی اصلا به نظرم هیچ کس نمیتونه زیر این صورتبندی شما بزنه. خیلی صورتبندی دقیق و کاملیه و همه تلاشایی که داریم میکنیم اینه که چه شکلی این امکان مسئولیت پذیریه که تصویر ما اینه که لااقل سابقا بیشتر از الان بوده الان دوباره برگرده و نمیشه اینو پاس داد به خودش که مسئولیت پذیر نیست. اگه نیست خب پس ولش کنیم دیگه. یعنی قطعا ما هیچ کدوم ول نکردیم. یعنی ما کسی رو قرار دونده کنیم، قهرمان دو میدانشه، خب رام نمیره، چیکار میکنه؟ خب همین نقطه اینه، ما هم در نقطه مسئولیتیم. خب یعنی کما اینکه او در نقطه مسئولیت ما هم هستیم. شما چیکار میکنید؟ مسئولیت دقیقا من دارم تلاش میکنم، من هیچ راه حلی ندارم، دارم تلاش میکنم فقط یه صورت بندی کنم بگم اینها هست، حالا برای حل این موارد چه باید بکنیم محل بحث. میدونید نکته چیه؟ نکته این که یه نفر سوار ماشین شده میخواد از تهران بره مشهد، اون وقت بگیم برو دیگه، بگه نمیره، بعد شروع کنه موانع رو شمردن، بگه اینه بگیم بابا ببین بعد اول گاز بدی. خب اصلا این که جلو رات مثلا یه شیبی با زاویه 60 درجه اصلا محل بحثت اینجا نیست. خب شما میگی او گاز دادن خیلی محل بحث، میگم بیایم رو اون گازه دقیقاً ما الان تمرکز کنیم. خب حالا ممکنه یکی از موانع راه این باشه که آقا میزان گازی که این داره میده شیب 60 درجه رو جواب نمیدهد. یعنی اینها رو باید الان با هم دیگه بشمریم. شما میگید امکان خلق تغییر هست، من میگم خب تغییر رو باید چند ساعتش کنیم. من احساس می‌کنم مثل که بحث نظری کنیم راجع به روش‌های گاز دادن. و گاز بده دیگه. خب نرف یا بقیه‌شو خب عمل ما چرا پس جمع شدیم؟ پس اصلا میگم ذات این جمع شدن خیلی فارغ مشکل از کجاست؟ خب شما مشکل گفتید دیگه، میگید مسئولیت نمیپذیره. خب من میگم چه جوری مسئولیت بپذیره؟ نه حالا از حلش کنیم اینو. مثل اینه که میپرسیم میومدیم از ما آقای خوشبخت خدا رحمتش کنه تو مسجد میشستن ملت میمونن پرسیدن آقا چیکار کنیم گناه نکنیم، میگفت گناه نکن. بعدم قانع میشدن. من همیشه برام سوال بود چرا قانع میشدین؟ خب. ولی دیدم راست میگه. خب آخه مسئله اینه که توی یه نقاطی ببین من راحت به شما بگم اتفاقا من میخوام از راه حل‌های کاذب تعمدن یه دوری بکنم. یعنی ببین رویداد سیمولیشن
چگونه مسئولیت خود را بپذیرم. دوباره میتونی اینو بندازی توی شبیه ساز مسئولیت پذیری. خب یا نمیدونم بشینی راجع به اینا قصه بگی که چرا. من حرفم اینه شما با آدم عاقل روبرویی، صحنه رو برای شفاف توضیح. کل پیغمبران به نظر من همین کارو کلا کار دیگه مددشون انما علیک البلاغ المبین اصلا یعنی همین دیگه. از این در میاد دیگه. میتونی صحنه رو توضیح بدی، او یا توی این موقعیت واقعا قیامی میکند بعد از تذکر، تشریح مبانی، ضرورت حضور او. ما الان به نظرم توی این برنامه داریم این کارو میکنیم. خب جایگاه او و فلان و بهمان، یا دیگه اگرم نکنن نکردی. من یه چیزی بگم در مورد این سیمولیشن و این راه حل دادن و اینا که من توی نقطه مقابل اینم. خب ما اینجا نیستیم که راه حل بدیم که چرا اون مثلا مسئولیت نمیپذیره. خب من میگم راه حل بدیم، ما میگم یک سری عوامل باعث شده که دانشجویی که به قول شما دهه 80 راجع به کارتون خوابی احتمالاً 100 نفر آدم اون کارو انجام میده و اون حجم از مسئولیت رو میپذیره، الان راجع به یک اتفاق مثل طوفان الاقصی، مثل نمیدونم زندگی آزادی، این حجم از مسئولیت رو نمیپذیره. انتخابات پیش رو دیگه 2 ماه دیگه انتخابات، ببینیم چی میشه. خب این یه فرایندی منجر به این شده. خب نمیتونیم این کل فرایند رو خلاص کنیم در عدم مسئولیت پذیری که این کل امکان حل و گفتگو رو میبنده. از همین مثلا بگیم چرا جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه؟ چون مردمش مسئولیت نمیپذیرن. مسئولیت بار عظیم و حجیم جمهوری اسلامی نمیپذیرن. خب بعضی دیگه تمام دیگه نمیشه ادامهش دادی موضوع رو. یه بخشیش اونی که رفت می‌خواست بره تو کعبه، فکر کنم مثلا خدا رو اونجا می‌بینه، رفتید خونه خالیه توش. اب چیکار کنیم الان؟ مسئله اینه که دور همین ساختمونه باید بچرخه. همین مسئله چیه حاج آقا؟ علت اصلیه دیگه. نه این علت اصلی بیاریم. نه به این یه چیزایی سبب این علت اصلی شده. ما دوره سیمولیشن نمیخوایم که مثلا تو بیا من اینجا مسئولیت پذیری رو یاد بدم. این خودش آفت جنبش دانشجویی بوده دیگه. اصلا که شما از این که ما ضعف مبانی داریم رسیدید به این که ما مسئولیت پذیر نیستیم، یه تغییر گفتمانیه به نظر من از خود حاج آقای عرب. خب من میگم این یه مشکلی بوده همین قضیه که آقا ما مبانی بلد نیستید. خیلی زدید تو سر این که آقا تو مبانی بلد نیستید، تو مبانی بلد نیستی. خب سم کن. خب این خودش مشکل آفرین بوده. خب این خودش مشکل. چرا حاج آقای عرب در تمام تشکل‌ها دعوت می‌شود؟ خب یعنی وابستگی فکری به حاج آقای عرب وجود دارد. نه بله قبول ندارم. خب آخه خودتون که معلومه قبول ندارین. خب من میگم اینها یه امر یک طرفه نیست، اون طرف دوم باید حسش کنه دیگه. اینها یه سری مشکلات بوده. یه سری از این مشکلات رو ما میتونیم تشریح کنیم و باید هم بکنیم. یه سری مشکلات سببش ما بودیم و نباید بکنیم. خب اینجا این که تو مسئولیت پذیر نیستی، بله شما باید اون آدم تو تشکل بگی تو مسئولیت پذیر نیستی. دلایل یه سری دلایل هم برای مسئولیت پذیریش وجود داره دیگه. من دارم همه این دلایل رد میکنم دیگه. میگم ببینید راحت به شما میگم، شما دوست دارید بندازید تقصیر مثلا دخالت بیش از حد نسبت به دهه 80 نهادهای کذا. من میگم اون دلیل نیست نهادهای کذاب بندازم. مثاله شما میخواید بندازید که آقا ادوار فلان اومدن، میگم با ادوار فلان اون موقع که به یه جهاتی بدتر بود. شما میخواید بگید آقا اساتید فکری مثلا چنبره زدن روی نامسئله های دست گذاشتن. میگم اولا ما نه چنبره‌ای میبینیم، چون اصلا کسی رو نمیبینیم. تو اونی که کسی هم نمیبینیم خب باز صورت چنبره‌ای نمیبینیم که نه. میخواید بگید که نه اتفاقا بچه‌ها انقدر بهشون گفته شده مبانی. خب من اصلا این آسیب شناسی رو قبول ندارم. خب بچه‌ها مبانی ندارن، فکر ندارن. وقتی کسی فکر نداره اتفاقا وابسته میشه، وقتی کسی فکر داشته باشه وابسته نمیشه. آدم باید خودش بشینه فکر کنه به نتیجه برسه. یه جا این جنبش دانشجویی رو رها کنی، خودش فکر کنه. اتفاقا جنبش دانشجویی تمام سال رهاست. الان جنبش دانشجویی از اون ور خود جنبش دانشجویی میگه ما رو رها کردین که ما از این ور دو تا مثلا فرض کن مکتب امام که دیگه سیستم عامل هر بسیجیه که اساسا ما اینجوری بود تلاش می‌کردیم با اینا کنش بکنیم. حالا مثلا یه صورت بندی نظم بدی بهش که الان نمیشه که وای ما رها نشدیم. اصلا جنبش دانشجویی که از اون ور اعتراضش اینه که من رهام. من اتفاقا میخوام تعمدن بگم همه اینا اشتباهه، همین یه دونه درست. همه اینا درسته ها، ولی تو جای خودش ذیل این یه دونه است. این خیلی اتفاقا یه صورت بندی دقیقه. بعد نمیتونی بگی یه علت میشه واسه اون علت اصلیه بگی. خب علت اصلی دیگه. ناکنید ببینید یه مسئله علت اصلی تو خلأ ایجاد نه ناکنید خانم رفیق ببینید ناکنید ما
که ببینید این سوال شما که خیلی ادامهش بدیم دوباره میرسه این که ما بریم برای جنبش دانشجویی یه کاری بکنیم. خب ما کار نمی‌کنیم، کسی کاری الان نمی‌کنه جنبش دانشجویی الحمدلله. خب اما ما با یه پدیده مواجهیم که ما این پدیده بحث نکردیم. خب که ممکنه نسل جوان پرتلاشی برای انقلاب باشه، در حال حاضر هم داره تلاش میکنه، جنبش دانشجویی و تلاش انتخاب نکرده، سیاسی هم داره میکنه. خب این یه مسئله ممکنه باشه و مسئله نسبتاً واقعی هم هست. یعنی اینطوری نیست که ما تو نسل جوانمون در سنین دانشجویی آدم مؤثر فعال رسانه‌ای نداشته باشیم. همین الان داریم، هم در فضای سیاسی هم در فضاش. اما در فضای دانشجویی ما باید به چی توصیه کنیم؟ فرض کنید از به هیچی توصیه نکنیم، اونی که به شکلی که میتونیم توصیه کنیم قبل از محتوا، به شکل باید توصیه کنیم دیگه. شکل توصیه به کار کردنه، به تلاش کردنه. خب شما یه وقتی میگید که آقا این شکل چیز نداره، به قول معروف حسی نداره، حسی نمیگیره، بهش میگه کار کن، میگه چه فایده داره. من اون وقت باید بگم ویروس ناامیدی و یأس و فلان و اینا در این تزریق شده، اینو باید خارج کنیم. ما خارج کنیم، خودش خارج میکنه، خودش قبول داره بهش وارد شده، قبول نداره من نمیدونم. خب ولی حتما بالاخره یه موجودی در یه موجود زنده‌ای بالاخره در یه مقاطعی اگر به یه اینجور تحلیلی و یه نقطه رسید نیاز به پزشک دارد. حالا پزشک از حاج آقای عرب است یا بنده هستم یا دیگران، او خودش میدونه. خب اما اگه دیگه به یکی ما گفتیم برو تو بعد یه کاری بکنی، یه وقتی سوال میپرسه چی کار بکنم، ایشون جوابی داره میده، بندم از جواب ایشون دور نیست، خیلی فاصله با گذشتم نداره. بندم معتقدم در تمام مسائل مهم کشور که اهمش در دهه‌های آینده اقتصاد خواهد بود و مسائلی مشابه اون، البته سیاست خارجی منطقه اینا هم هست، باید جنبش دانشجویی حضور گفتمانی جدی داشته باشه. من هیچ توصیه‌ای هیچ وقت به حضور تکنیکی جنبش دانشجویی در گذشته و حال و آینده نمی‌کنم فعلا. حتی در سطحی که ایشون میگه من احتیاط میکنم که آقا تصویر ایجابی بسازد و اینا، من نمیدونم میشه یا نمیشه، راستشو بگم. اما اینو با قاطعیت میگم که تمام مسائل مهم کشور عمده درش دعوای ایدئولوژیک و نظری و فکری وجود دارد و این دعوا رو نمیشه از روش گذشت. البته یه جاهای ممکنه بگید دعوای ایدئولوژی وجود ندارد، منافع فلان، من اونها میذارم کنار. از اون چیزی که برای انقلاب مهمه، اصل اول فکر انقلابه، ایدئولوژی انقلابه. اگر از من بپرسی هیچی نگم، من میگم باید کار کنیم. به گفت که بمیر و بدم، یه زمانی آقای جلیلی خدا انشالله ایشون سلامت بداره در دانشگاه جملهش همین بود، کار کنید ولو کار بیهوده. اگه فکر میکنید جنبش دانشجویی در این نقطه است، همین جمله رو تکرار میکنیم، کار کنید ولو کار بیهوده. اما اگه بعدش پرسیدید که کار بیهوده نمیخوایم بکنیم چه کار بکنیم، من پاسخ اولم اینه، در تمام مسائل مهم کشور حضور گفتمانی داشته باشید. حضور گفتمانی یعنی گفتمان مقابلتون تعریف کنید، یعنی همون آمریکا و استکبار و غیره، و گفتمان خودتون رو روشن کنید، از گفتمان خودتون صیانت کنید. موضوع مهم رو تشخیص نمیدید، پله پله بریم دیگه. آقا توضیح دادن، قبول ندارید از مردم بپرسید، بگید آقا تو خیابون راه برید، بگید آقا ما می‌خوایم برای شما کار کنیم، به نظر شما چه کار کنیم. ولی به نظر من شما با اون مسئله اولیه مواجهید بیشتر، یعنی همین راه‌ها رو نمیره جنبش دانشجویی. اون نمیره اگر خدای نکرده از جنس تزریق ویروس ناامیدی و یأس و اینجور چیزا نسبت به آینده باشه، او حتما پزشک میخواد، حالا پزشک شرطی باشه. ادامه بحثمو میگم و من باب اون توصیف صحنه است، شاید یه بخشی از چیزی که دارم میگم بتونم براش یه راه حلی هم بذارم که خب خیلی فرصتی نیست. شما صحبت کردید از امکان به وجود آمدن تغییر. خب من میگم خب بیایم تغییر ذره صحبت کنیم. کسی اینجا تو نقطه نایستاده که بگی تغییر امکان پذیر نیست. ما داریم تغییر در اشل جریان دانشجویی کارشناسی که احتمالاً دیگه نهایت عمر تشکیلاتیش 2 ساله داریم حرف میزنیم، نه راجع به یه آدم سیاستمداری که 15 سال میخواد روی یه چیزی 20 سال روی عرصه‌ای بحث کنه. این ما یه تغییر در عرصه سیاست گذاری داریم، یه تغییر در عرصه قانون گذاری داریم، یه تغییر در عرصه فرایندها داریم، یه تغییر در عرصه سیاسی کشور داریم. خب وقتی داریم حرف از تغییر میزنیم، همه این تغییرها باید ممکن باشه در این بازه ها.
و اینکه ما فقط بیایم راجع به تغییر در فرایندها حرف بزنیم، تغییر در قانونها حرف بزنیم یا هر کدوم از این اشله، یعنی حد زدن تغییر. خب و حد زدن تغییر اینجا خودش یک بخشی از اون جواب دادن که آیا امکان تغییر وجود دارد. ببین من دوباره میگم امکان تغییر من دارم راجع به جریان دانشجوی 2 ساله با شرایط فعلی حرف میزنم، نه راجع به شرایط کلان جمهوری اسلامی و کلان سیاست در جمهوری اسلامی. که مثلا آج آقا میگن که بیمارستان المعمدانی، من اینجا یه چالش میکنم که بیمارستان المعمدانی به خاطر خود ظرفیت اتفاق بودش که یک چیزی رقم خوردش که حالا چند ده هزار نفر بعدش اومدن تجمع کردن. کما که جریان دانشجویی در 3 ماه اخیر بارها تلاش کرده جمعیتی بیش از 500 نفر بیاره، نتونسته. و در بیمارستان المعمدانی به خاطر خود اون اتفاق و ظرفیت بزرگ اون اتفاقی که جریان دانشجویی فقط یک بستری پهن کرد، گفت آقا باشید بیاید اینجا، به جای که برید اونجا بیاید اینجا، من سخنرانشو میارم، من شبکه صدا و سیماشو هماهنگ میکنم، زیرنویس بره و امثالهم. کما که در سایر اتفاقات این تلاشو کرد و نتونست جمعیتی بیشتر از مثلا 300 400 نفر آدم بیاره. و حرف آخرم که تموم کنم، گیر اصلی، یعنی فارغ از اون چیزی که حاج آقا گفتن که مسئولیته، که حرف درستیه، من نمیدونم این حرفی که دارم میذارم رابطه طولی داره با حرف حاج آقا یا رابطه عرضی. یعنی من خودم رفتم الان تو فکر مقدمش مؤخرش نمیدونم، پسش پیشش نمیدونم، ولی اینو دارم میفهمم، اینو نمیتونم درارم تو صحنه. هیچ دعوتی برای کنش اجتماعی سیاسی برای تشکل دانشجویی وجود ندارد که تشکل دانشجویی نسبت به اون برای تغییر حس بگیره ها. این که نه میگم هیچ تغییری نیستش، افق نه، میگم هیچ تغییری نیستش که اون رو حسشو بگیره بره دنبالش. این که بگیم ما یه کاری رو انجام دادیم که این کار ضرب در 3 در 31 استانی که در هر استان مثلا 10 ها تشکل وجود داره رقم خورده یه کار مثلا کوچیک، من اون رو نمیگم دعوت میشه چه اتفاقی، دعوت میشه اتفاقی که مثلا آقای فیروزآبادی گفتن نمیگیرن یا حس نمیگیرن. جای بحث داره، اسم میکنم دو طرفشه. دعوت بالاتر از پیام آقا یا صحبت‌های آقا من دعوت به کنشه، دعوت به کنشه. ببین ما راجع به یک کلام حرف نمیزنیم. یکی از دبیر تبیین مواضع یکی از استان‌ها تو همین ماجرای الاقصی یه جا قاطی کرده بود و اینا، زنگ زد به من که بچه‌ها هیچ ایده‌ای ندارن که چیکار کنن فلان اینا. بعد من این پیشنهاد دادم، گفتم جلسه بذاریم، نامردم من زیر 100 تا ایده عملیاتی که هر یه دونه‌ش تونستین رد کنید، هر یه دونه‌ش تونستین رد کنید، من انصراف میدم کلا. زیر 100 تا ایده بگم شما نامردین اگه یه دونه از اینا رو انجام ندید، نمیگم 100 تاشو، یک از 100. خب گفت آج آقا نه ریسکش بالا، خداحافظ. خب ما الان تو این بعد چیکار بکنیم؟ خب همین شما الان آج آقا میدونی شبیه این که مثلا 100 پک جادویی، مثلا 100 ایده جادویی در یک پک بگیم به اوناست. من میگم این دعوت به کنشه شبیه چیه؟ شبیه مثلا گفتمان حل مسئله محور و مطالبه تخصصی که ما زمانی که تبریز بودیم این گفتمان رو نه از سازمان شنیدیم نه از عدالت‌خواهی، یعنی در یک نقطه منفک شده از شهر تبریز بودیم، جمهوری آذربایجان شنیدیم. نه میگم انقدر صحنه پذیرایی اتفاقی بود و انقدر ما دویدیم رسیدیم به این اتفاق. خب و این اتفاق همونجا من یادم جواد دارا تو تهران به این رسیده بود، علی اسکندری، حالا اینکه هر کدوم از کجا رسیدیم که دویدیم، آره اونو که نکته ندارم، اینکه حالا هر کدوم از کجا رسیدیم باش کار ندارم. علی اسکندری در تهران رسیده بود، بچه‌ها نمیدونم رضا صالحی در کرمانشاه به این رسیده بود، یه دیگه تو شوش به این رسیده بودن. سر بحث خصوصی میگم همه سر یک دعوتی انقدر، حالا اینکه شما میگید خودتون پذیرا بودید یا دعوت توانا بود جای بحثا، ولی میخوام یک چنین دعوتی بود و این رقم خوردش. الان دعوتی هست، دویدنی نیست. اینجا اون نقطه‌ای که شما میگید فقط دویدن نیست، ظرفیت دعوت دویدن نیست، ظرفیت دعوت رو شما بحث نمی‌کنید. ظرفیت دعوت نظرم فوق‌العاده است. نه خود دعوت ظرفیت این امکانو داره یا نه؟ مسئله محوری که نیست واقعا، یعنی یه چیز شفافی که اینه اون هست. من الان این سه تا که گفتم از نظر خودم شفاف دعوته، ولی کسی حوصله‌شو نداره بوده دنبالش. آخه چیزی که شما میگید با اینکه من خیلی با این صورتبندی کلی همراهم، شفاف نیستش. یعنی من قبول،
دوباره دو طرف داره به قول آقای ترکمان. یه بحث اینه که چرا نمیدود، یه بحث اینه که آیا این دعوت اونقدر شفافه. فرق مسئله محوری با دعوت شما چیه؟ اینه که مسئله محوری جمعیه، رفته یه سری کارا کرده، به یه چیزی رسیده و معلومه چیه دیگه. خب به حرف شما یه چیزیه که هنوز خودتون هم به کنش دقیق اونطوری که نرسیدین، یا ممکنه که جایگاه من اصلا این کنش نیست. خب برای همین نمیتونه که جمعیت رو به سمت چیزی که این حجم از ابهامو داره حرکت بده. به نظر شما در 5 دقیقه پیش میگید ولش کن خودش بفهمه چی کار کنه. خب نه تناقض نداره، تناقض نداره. میدونین چرا تناقض نداره؟ بذارم توضیح بدم که چرا تناقض نداره. من میگم پیشنهاد، ببین فرقش چیه؟ فرقش اینه که من میگم آقا مسئله محوری یک جمعی بودن، بر اساس دغدغه‌ای رفتن کنشی انجام دادن، تبدیل به گفتمانی شده است. من هم داشتم دنبال چیزایی میگشتم، این هستش، مثلا برم سمت این. خب فرقش با پیشنهاد چیه؟ اینه که این صرفا پیشنهاده، جمعی کنشی بر اساس دغدغه خودش نمیکنه که. پیشنهاد دارم یا جنبش نشی بکن. یعنی یه جمعی بیرون باید کنش بکنه که جنبش نشی وصل بشه. الان منتظر اونیم. من میتواند تاثیرگذار بشه. نه ببین که بدتر شد. نگاه کنید اولا که وجود داره. اولا خب حداقل به زعم بنده، حداقل در این 2 سالی که برگشتم تهران، به نظر حالا من اون تعابیرشو نمیخوام تکرار کنم بعد تفاوت برداشت بشه هی دوباره مسئله محوری و تخصصی از این حرفا، ولی اجمالاً الان تصویرسازی از دعواهای ایدئولوژیک و گفتمانی در عرصه‌های مهم کشور کاملاً وجود داره. در اقتصاد که خیلی شفافه، من میتونم یه جلسه به شما توضیح بدم. در فرهنگ به نظر من کاملاً شفافه، میزان دخالت دولت، همین بحثی که شما در چیزهای مختلف فرهنگی میبینید که اصل نقطه دعواش در میزان دخالت دولت. البته اقتصاد هم همون دعواش همونایه ذره متفاوته. در منطقه باز روشنه، کاملاً دعواش وجود داره. بیرون هم همش آدماش هست و حداقل اگه جریانات آدماش هست. این پس درباره وجودش. حالا اینکه اینا تزریق میکنن به دانشگاه نمیکنن، بس من بحثو ندارم. می‌خواستم بگم بیرون این دعوا وجود خارجی داره. شما الان در توییتر بین آقای الف و آقای ب درباره دلار دعوا میشه. دعوا هم تهش بالاخره آبشخورای نظری داره. حالا مستقل از اینکه دوتاش غلطی یا دوتاش درست میذاریم کنار. پس این بیرون هست. اما این که جنبش دانشجویی ما بالاخره، من باز حوزه خودم مثال میزنم، بالاخره ما در اقتصاد حالا هستیم. فعلا هستیم و 3 تا اقتصاد به نظر من، حتی این 3 تا به خارج از اقتصاد قابل توسعه است، در اقتصاد خیلی موضوعیت داره. 3 تا نقطه کانونی دعوای گفتمانی داریم ما. یکی عدالت، یکی مسئله استقلال، یکی مسئله مردم محوری. ما در هر 3 اینا با جریان غرب دعوا داریم و در تک تک تصمیمات مهم کشور، من خورد تصمیمات اصلا کار ندارم، در تک تک تصمیمات مهم کشور اینا موضوع بحثه، کاملا موضوع بحثه. بله نه حالا من سیاسیاشو میذارم، اون که هیچی، اون که یه جبهه بندی کلی گفتم. من از میخوام شما الان در 10 دهه گذشته خودسازی کردید، در 10 دهه آینده مولدسازی میکنید، مسئله نرخ بنزین رو هر چند سال یک بار دارید، صورت مسئله نظام بانکی یه صورت مسئله فرسوده است. اصلا با بحث‌های تکنیکی اینا کار ندارم، هر چی تو در همه اینها ما دعوای عدالت، استقلال و مردم محوری رو در تک تک این موضوعات داریم، از نظام بانکی و FATF و تحریما و بنزین و تا آخر. این گفتمان الان مطالبه دیگه ما هم دعوت میکنیم. حضور فعالانه در این سطح گفتمانی از نظر من بسیار مهمه. مر بیانیه گام دومه، یعنی دقیق بیانیه گام دوم مرش همینه. این الان شما بفرمایید ما هیچ کار نکنیم جنبش دانشجویی میاد، ما کاری باید بکنیم تا بیاد. ما منظورم همه کسانی که بیرون جنبش دانشجویی هستیم، خب ادوار، مسئولین، اندیشکده ها و هر کس دیگه. هر مطلق این که کسی بیاد به جریان دانشجویی بگه فلان کار انجام بده یا فلان گفتمان داشته باش بد نیست. این که اون کار با اون دستگاه تحلیلی که آقا امام دارن یکی باشه، اون چیزی که ما از انقلاب میفهمیم یکی باشه، این مهمه. نه اینا رو که ما نباید بگیم که. بالاخره ببینید بنده در کار خودم خیلی تخصصی، حوزه اشتغال فلان اینا، خب الان حلم ناصر میطلبم، به جنبش دانشجویی هم میگم، به رسانه هم میگم، به هر کی دستم برسه بگم وظیفه منه که وظیفه‌م بگه، یعنی این کار بلدم، من دوست دارم همه رو بسیج کنم تو کار خودم. خب
این که طرف مقابل انتخاب میکنه یا نه و عقل داره، فکر داره، بعد انتخاب کنه، بعد بگه آقا مثلا این مسئله شما به درد ما نمیخوره، اون به درد ما میخوره. خب نه من که تنها نمیگم که آمریکا هم میگه، مگه او برای جنبش دانشجویی ما تجویز نمیکنه؟ اونم تجویز میکنه. خب میگه این کارو بکن اون کارو بکن، برای رسانه ما هم تجویز میکنه. ما به دیگران که نمیتونیم بگیم در جنبش دانشجویی حرف نزنین که. خب اونا حرف میزنن، پیشنهاد میدن، ما هم میدیم، اونا هم میدن. من الان عرضم اینه که این پیشنهاد تو اون چارچوب بخوره، اینا بالاخره میشنن فکر میکنند، اگر قویان اینقدر که خانم میفرمایند خلاصه میتونن انتخاب کنن و غیره و هیچ نباید بهشون توضیح بدیم، انتخاب میکنند. ولی ما خواهش میکنیم انتخاب بکنند. ما فکر میکنیم این انتخاب خوبیه. این مثلث در همه موضوعات مهم کشور از جمله اقتصاد موضوعه. از نگاه بنده حالا بزرگواران نقطه دیدگاه‌هایی که مطرح کردن، حالا هم نسبتاً هم که حتی تلویحاً اشاره کردن و بهش پاسخ داده شده در خلال این رفت و برگشتایی که بوده. شهید صدرزاده یه حالا ترسیمی از این که حالا علت حالا این که کارهای فرهنگی نمیگیره و در جریان نمیافته داشتن اون بودش که مشکل تنبلی و سهلنگاریه. از نگاه بنده جنبش دانشجویی تنبله و حتی یک جایی از حالا جنبش دانشجویی تمرکز زدایی شده. ما تو کشور مسئله خیزی مثل ایران که داریم زندگی میکنیم، اون دانشجوی تشکلی و اون جریان دانشجویی با انبوهی از مسئله مواجه هستش که تمرکز اون رو برای اون مسئله‌ای که الان باید توی اولویت باشه خیلی وقتا میگیره. و از طرفی اگر بخوایم این دلایل عدم اثرگذاری رو یک دسته‌بندی برون تشکلی و درون تشکلی داشته باشیم، حاج آقا عرب در یک جای صحبتشون فرمودن که حتی اون دانشجو یا اون جریان دانشجویی الان اعتماد به نفس این که بخواد اثرگذاری داشته باشه یا حتی مثلا این که بخواد صاحب جریان باشه یا تو جریان اثرگذار باشه رو نداره. به نظر من هم حالا از با این دو تا دسته‌بندی برون تشکلی و درون تشکلی خیلی وقتا همین اساتید بزرگوار، ادوار و مجموعه‌های مؤثر تو تولید گفتمان و تئوریزه کردن یک سری مباحث دارن از همین حتی اعتماد به نفس جریان دانشجویی هویت زدایی میکنن با اعمال مختلف و رفتارهای مختلفی که دارن. و مسئله بعدی شما فرمودید که باید بهشون فرصت داده بشه. فرصت هم حالا باز اشاره شد که الان هست، میدان تعریف شده و به نظر من ناظر به همون تنبلی که وجود داره به تولید شعاری و گفتمان نمیرسه. نمونهش همین دیشب که تجمع کنار سفارت انگلستان بود، خب اونجا جنبش دانشجویی همین تجمعی که جور کرده، اون بساطشو فراهم کرده، تحصیلگری کرده، عوامل ستادی نقش داشتن، عوامل حالا مرجع داخل جریان دانشجویی نقش داشتن، این حالا به هر شکل ممکن شکل بگیره. حالا موارد اخیر هم که بوده اون تجمعات چه شعاری تولید کرده. من همین دیشب که داشتم نگاه می‌کردم دیدم که همش دارن میگن الله اکبر خامنه‌ای رهبر و این سری شعارهای دیگه که هم تو نماز جمعه مرسومه هم تو اجتماعات دیگه. خب چه خلاقیتی، چه ابتکاری داخل تولید شعار بوده که از دل همون تجمع دانشجوی مقابل سفارت این وایرال بشه، این جریان سازی بشه، به بدنه ملت هم برسه، بفهمن. این هر کسی اون شعار رو شنید جذابیتش رو نمیدونم، اون خلاقیتش، اون بدی بودنش رو که مثلا بهش رسید بفهمه این برای تجمع فلان جنبش دانشجویی در کنار سفارت لندن بوده. متأسفانه هیچ وجه قابل تمایزی اون حضورهای ما نداره و اونو به کف جامعه صادر نمیکنه. چون اثر رفع تکلیفه. من توی یه تک نکته بگم که ببینید، من حتی نکته قبلی رو راستش متوجه نشدم، ولی نکته آخری که متوجه شدم یه تک جمله من دارم. من جنبندی خاصی هم ندارم، حرفام زدم دیگه، جنبندی نداره دیگه، گفتم چیکار میگفتم. این تک نکته خاص من راجع به این فرمایش آخر شما اینه که اتفاقا مشکلم با حضور رفع تکلیفیه، یعنی اونم انگار تزریقیه. شما همین تجمع دیروز که نگاه بکنین مسلماً میشه گفت بیش از پوستر کاری براش جنبش دانشجویی نکرد، رهاش کرده. یعنی اصلا شما تو میدان کسی بوده فکر کنم میتونه به این اذعان کنه که هیچ فکری نه حتی برای سازماندهی توش نکرده، چه برسه شعار چه برسه حرف. و این حالت اینه که انگار یکی به زور بهش گفته نمیخواد تجمع برای فلان بذاری، بعدم گفته بذار تجمع هم بذاریم که تو این تعمدن هیچی هم نگفتم. خب چون واقعا احساس میکنم بعضی از این گفتنا اتفاقا به این جهت ضرر داره، من تو اینجا به همین دلیل هیچی نمیگم. حتی پوسترش هم گاهی بچه‌ها میگن استوری کن فلان کن، میذارم آخر به دلیلی که میخوام واقعا یه چیزی
ولی این یه مقدار خوبش دوباره مخاطب بایدها کیه؟ خب اونی که یه کاری رو میخواد بگیره باید جدی بگیره. اگرم جایی احساس میکنه خب من نیاز مثلا یه تجربه انباشته‌ای دارم، نیاز به نمیدونم یه پیشنهادی دارم، اونم میره دو سراغش درش میاره دیگه. من یه نکته عرض کنم. یک وقتهایی هم مثلا شما کلماتی مثل اراده، خودباوری، هویت و امثال هم برای اینکه اینها دلیل رکود جنبش دانشجویی و به خاطر این دلایل که حرکت نمیکنه فرموده بودید. به نظر من این کلمات خیلی شهید شدند و حتی مثلا اون بار معنایی که داره خیلی وقتا اونقدر مثلا کم شده یا عادی سازی شده. یعنی الان شما به بنده بگید خودباوری یا هویت، من انقدر گوشم این کلماتو شنیده یعنی به اون عمق مفهومی اون پی نمیبرم. ولی دانشجوی تازه تشکلی یا کسی که اول راه جریان دانشجویی به نظر من همینه. تو تمام دوره‌های دانشجویی، تو محافل نخبگان و محافل اندیشه ورزی و غیره و ذالک، این کلمات به نظر من خیلی عادی سازی شدن و گاهم با قرائت‌های اشتباه ما از معنی تهی شدن و من مسبب اصلیشو خیلی وقتا اساتید، منبری‌ها و افرادی میدونم که اینها رو دارن تئوریزه میکنن و با اون معنای مصداقی واقعی به اون بدنه و اون کف جریان دانشجویی نمیرسونن. مسئله بعدی این حرفا که ما زدیم معنای مصداقی واقعی بود یا نبود؟ همینجا میتونید محل نقد بذارید دیگه، بگید نبود. بعد بگید چی هست، بعد با این جایگزینش میشه یه کار. همین بگید الان. یا اگرم بود بگید بود. اگر رو من دقت کرد دیگه، من حرفم کامل آوردم تا ته رو زمین که کسی نگه که داره یه حرف کلی میگه که مثلا باید به مکتب امام مراجعه کرد، جنبش دانشجویی مهم است. من گفتم مهم است، اینجوری مهم است، اینجا مهم است، با این مکانیزم مهم است، الان میشه تو اینا. خب یا غلطه یا درسته دیگه، بگید. اصلا من بحث درستی غلط بودنش صحبتی ندارم، بس نه من بحث دارم، میگم بحث شما تو هم بعد اینجاست الان ثمره بده که مثلا این 4 تا جمله، حالا یا این جلسه من گفتم یا کسی دیگه ای گفته، این 4 تا داره خراب میکنه، این میشه خودش یکی از کمک‌ها به پاسخ پرسش این جلسه دیگه. میگم این کمکو بکنید، دقیقاً مصداقی بگید مثلا ببین وقتی هویت رو اینجوری بگی خراب میشه دیگه. بله. مثل همون واژه رشد که فرمودن، عموما اون ادوار تشکلی، قد بلندای تشکلی، این رو خیلی عرض میکنن به بچه‌ها و بچه‌ها واقعا اون مصداق واقعی، اون مفهوم عینیت یافته‌شو خیلی خوب درک نمیکنن. مثل یه شناخت به فعلیت نرسیده میمونه از نگاه بنده. و از طرفی هم من میگم ناظر به درست غلط بودنش خدا نکرده جسارتی نمی‌کنم، ولی بحثم اینه که عیار اینجور اصطلاحات و حالا اون مفهوم مصداقی که در میدان دارن خیلی به نظر من داره کم جلوه میده. یعنی مهمه، نقطه زن هست، ولی اونها یعنی اون بدنه‌ای که باید الان جنب و جوش داشته باشه این رو دقیق نمیگیره و از طرفی اونو عمیقاً مثل همون اساتید درکش نمیکنه. حالا یا بیان اساتید هست یا مثلا تکرار رو اونقدر که تکرار شده و گفته شده. ولی اینا شغلمون. آره ولی کن اصلا یکی مشکلات من عرض کردم، حالا این فکر کنم آخر آره ببینید این مشکلات مهم ما در فضای دانشجویی این عرض کردم تکراری، فاصله زیاد حرف شنیدن و عمل کردنه. ما در دانشگاه که بودیم عزیزانی داشتیم در همه جلسات صف اول 10 دقیقه هم زودتر می اومدن، ولی یک بار یه پوستر حاضر نبود بره بچسبونه. وقتی شما زیاد هی حرف، حالا نمیشه بگی زیاد حرف نزنی، ولی کسی هی زیاد به جای کار کردن هی بخواد گوش کن حرف بشنوه، خب معلومه که هیچ اثر قرآن هم شما بالاخره یکم باید عمل کنی تا بعد بفهمید دیگه، ذره تدبر کنید، این کاریه دیگه، فقط این چیز که نداره که. لذا اینا رو به نظر من اینا جزء مسائلی است که اتفاقا حالا شما میگید احتمالاً مثلا ما خوب نیستیم، شما که بهترید با فضای دانشجویی این حرفا بزنید. الان انجام یعنی کار موضوعیت دارد به شرط اینکه با یه باوری اتفاق افتاده باشه. من الان هر اتفاق مهمی میفته منم انتظار دارم شب پوستر تجمع بیاد، ولی منم حسم اینه که توهی از هر مثلا ایده جدیدیه. خب اینطوری که حداقل نمیشه دیگه، با اون همون حرفایی که زدیم که دیگه تکرار نکنیم چون خیلی دیر شده. ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اساتید و اعضایی که وقت گذاشتن و دوستانی که ما رو تا این لحظه آخر مشاهده کردند. انشالله که برنامه‌های بعدی کنشگر هم بتونیم در خدمت شما باشیم. @کنشگر_IR در همه پیام رسان‌ها و اینستاگرام دنبال بکنید. کلیپ‌ها و صوت و فیلم
کامل برنامه رو در خدمت شما هستیم. انشالله که تونسته باشیم جنبش دانشجویی یک قدم به اثرگذاری نزدیک کرده باشیم.